الله در قرآن میگه و جعل بینکم مودتا و رحمه، دوستی و رحمت الله در بین خانم شوهر جان باید بکنی. اینمی کاره همین حکمت ازدواج همیست. ازدواج همیست که محبت باشه. اون محبتی که کدام محبت نامشروع که از حکم اسلام یا از انجام یک مسئولیت اسلام تو را خانم مانع شد، بگوید که به خاطر ما اینی کار نه، به او درجه نباشه. مثلا نگوی بگوید که دکتی این مردم در دعوت نرو خطرات از بندی میشی، نه بگو نه. اگر تو بندی شوی باید من چطور کنم؟ یک روز اگر نباشی باید من میمرم، نه باید خیر اگر مردی اگر مردی خیر است من میرم در میرا. اینی گپار اگر گفت یک روز تو نباشی من میمرم از غمت، بگو نه دیگه ایقا محبت نمیکنم. حتی با دی بار روایت است که عبدالله بن عمر رضی الله عنه خواستش بسیار یک خانم زیبا داشت، دوستش هم داشت. در جهاد ای ذره سستش کرده بود، از جهاد سستش کرده، مانعش هم نشده. عمر رضی الله عنه گفت خانم تا طلاق بده. امر کرد گفت من پدرت هستم میلش. گفت دلیلش همیست که در جهاد تو را سست کرد. گفت نه یار قبول نکن. رفت شکایت کرد به رسول الله صلی الله علیه و از بچه خود شکایت کرد. او خود رسول الله هم رئیس بود، نه رئیس دولت بود. گفت یا رسول الله من بچه من میگم طلاق کو نمیکنم. شاید پرسان کرده باشه پیمبرم چرا؟ گفته بعد از عمر خواست عبدالله را، گفت که پدرت چی میگه؟ گفت میگه این تو. گفت اطیع اباک، گفت از پدرت اطاعت کن. و آفرین از وام، یعنی خانم بسیار بر انسان شیرین والله قساخت است. نه رفت خانم خود طلاق گفت برو طلاق است، طلاقش داد به خاطر الله، خاطر که در جهاد سستش کرده بود. نه حالا ما را میگن میگه پای سوچای بالا رو نزنی که باز ما خراب نشیم. کلگی میگم، مادرم میگم، پدرم میگم شعله تا بخو پرده تا بکو، شعله تا بخو پرده تا بکو. نگفتیم که کارا رو نکنی، دیدی هیچ کس به دردت نخورد. ما میگم خود دیگه اینمی خو گپ اسلام میست، ما میکنیم نمیشه. گفتم مجبور هستم. گفت کی مجبورت کرده؟ تو الله حکمش همینطور. از او سنم میترسم، هم از ایسو میترسم، از او بندی خانه میترسم. او بندی خانه را شدید میدانم، خیر ای بندی خانه گمش. این جدایی خانم آسان است، اونجا رو با چی میکنی؟ از او میترسم. عالم بسیار مسئولیتش کلان است. عالم شدن آسان نیست، مجبور حق بگویی دیگه، نگویی. خب حدیث صحیح است که کتم علما، کسی یک علم پنهان کنه که او علم ضروری است، الجم بلجام من النار یوم القیامه، قیزه آتشی در دهنش انداخته میشه. یه حدیث صحیح است. خب بسیار علم آسان نیست دیگه.